شما آمر بخش یا دیپارتمنت انگلیسی از کورس AYN هستید. شما اگر در قرار خود بگویید که AYN چی معنی، یعنی مخفف کدام الفاظ و لغات می باشن؟ AYN به مطلب افغان، یا Y به معنی یوت، N به معنی نتورک، یعنی که افغان یوت نتورک. خب شما مدیر مسئول یا مدیر بخش یا دیپارتمنت انگلیسی هستید. بله. در قسمت دیپارتمنت انگلیسی شما اگر چیز توضیحات معلومات بدین؟ کدام پروگرام دارین؟ در دیپارتمنت انگلیسی ما پروگرام انگلیسی که است از صنفای بیگنر شروع میشه الی تا لیول 4، یعنی که صنفای ابتدایی هستن. بعد از اون صنف اینتنسیو است تا ادوانس 3 که صنفای اسپیشال هم شامل می باشه. از قبیل صنف گرامر اگر بگوییم کنورسیشن یا صنف توفل، اینا به جمله صنفای اسپیشال میان. خب صنوف مختلف است. حدود چند شاگرد دارین در بخش دیپارتمنت انگلیسی؟ بله. استاد فکر میکنم که مدیر مسئول اونا بله. تشکر از سوال شما. تعداد شاگردایی که فعلا ما در این کورس داریم تعدادشان به 600 نفر شاگرد میرسند. بله. در مجموع شامل تمام دپارتمنت های ما میشه. بله بله. خب بسیار خوب. و میشه بگید شما چی دستاوردها دارین؟ تا چی دستاوردها داشتین؟ بله. مدت 7 سالی که شما مصدر خدمت به اولاد وطن هستین در دیار جد، چی دستاوردها داشتین؟ بله، قسمی که پیشتر خدمت شما عرض کردم، در کورس ما یک زمینه خاص تحصیل و تمام اولاد وطن که دیار اجرت قرار داریم برای زوم زمینشون مساعد ساختیم. و همچنین بر شما گفتم میتونم که در سال 2001 ما یک پروتکلی که با کالج ICMS داشتیم. ICMS با ICMS که یک کالج پاکستانی است و پروتکل خاصی که ما امروز داشتیم. ما توانستیم که 800 نفر از شاگردای مهاجر افغان در این مرکز تعلیم و زمینه تحصیل برشون مساعد ساختیم و بعد از یک دوره مدت معین تعلیمی اونا را ما تقدیم جامعه خود کردیم که با شما گفتم میتونم که فارغین ما امروز در مؤسسات داخلی و خارجی در داخل افغانستان و در کابل اونا اجرای وظیفه میکنن که افتخار از این نه تنها به کورس یا مرکز تعلیمی ما بلکه به تمام افغاناییم که در افغانستان است این بوده میتونن. جای افتخار. بله بله. بسیار خوب. ولی یک چیز دستاورد داریم در قبل از اینکه 2001 شما یک گام ارزنده بود داشتین دیگه چی؟ تشکر. بعد در سال 2002 در پولیزی که ما پیش خدمت عرض کردیم که ما پروتکلی با ICMS داشتیم، ما با یک جدیت خاص یک پروتکل دیگر با پانتون یا یونیورسیتی اقرا ما انجام دادیم. پروتکل ما به این معنا بود که به تعداد 54 نفر از متعلمین که فارغ شده بودن از مکاتب افغانستان ما زمینه اجیر برای اون مساعد ساختیم که بعد از سپری نمودن یک امتحان معین اونا را جذب در پانتون اقرای مقیم پشاور بسازیم. و همچنان ما گفتم میتونیم که ما خلاصه اگر میتونیم گفتم میتونیم که در پاری از که ما در پشاور بعضی کارهای تعلیمی را کردیم. در داخل افغانستان هم یک انستیتوت تعلیمی کامپیوتر ساینس در داخل افغانستان در شهر جلال آباد ما او را تأسیس کردیم که با شما گفتم میتونم که با استفاده